فیلم با نمایی از اتاقی شروع میشه که قراره همه اتفاقات توش بیفته. یه دفتر اداری سرد و دلگیر با نور کم. 8 تا میز دقیقاً شبیه به هم که روی هر کدوم فقط یه برگه سفید کاملا خالی هست که یه شماره سریال روش خورده. روی دیوار یه تایمر هست که فعلا 0 رو نشون میده و یه پنجره بزرگ شیشه‌ای کدر که آدمو یاد اتاق بازجویی میندازه. معلوم نیست که این دفتر دقیقاً کجاست و تو کدوم کشوره یا اصلا چه سالیه. حالا 8 تا داوطلب یکی یکی وارد اتاق میشن و هر کدوم سر جاشون میشینن. همه برای هم غریبن و فقط یه چیزی به هم وصلشون کرده. این که میخوان یه شغل خاص و پرستیژ دار رو توی یه شرکت خیلی قدرتمند به دست بیارن. بعضیاشون شروع میکنن محیط رو زیر نظر گرفتن و میفهمن که توی اتاق دوربین‌های مخفی هست. چند لحظه بعد یه نگهبان جدی با لباس فرم وارد میشه. مسلح هم هست و همین باعث میشه که همه یه دفعه عصبی و آماده باش بشن. آخرش یه مرد خوش‌پوش میاد تو که فقط به اسم ناظر میشناسنش. شروع میکنه با داوطلب‌ها حرف زدن و توضیح میده که این امتحان چقدر مهمه و چقدر خاص و متفاوت. تاکید میکنه که تو این اتاق هیچ قانونی وجود نداره جز قوانین خود شرکت. لحنش هم سرد و حسابگره. آخر حرفاش شرایط آزمون رو میگه. داوطلب‌ها 80 دقیقه وقت دارن امتحان رو انجام بدن و قبول یا رد شدنشون 80 سال بعد زندگیشون رو تعیین میکنه. تایمر روی دیوار شروع میکنه از 80 دقیقه کم شدن. داوطلب‌ها برگه‌هاشون رو برمیگردونن که دستورالعمل‌ها رو ببینن ولی میبینن که کاغذ کاملا سفید و هیچی روش نیست. گیج میشن و زودی میفهمن که این یه امتحان معمولی نیست. یکی از داوطلبا که یه دختر چینیه تصمیم میگیره روی برگش چیزی بنویسه و شروع میکنه به پر کردنش با تعریف از خودش، اینکه چقدر خفنه، چه موقعیتایی داشته، چه ویژگی‌هایی داره. ولی همین که مدادش میخوره به کاغذ، دوربینای مخفی متوجه میشن و بدون هیچ هشدار خاصی نگهبان میاد و با زور از اتاق میکشدش بیرون. پس برای بقیه روشن میشه که هر نوع خراب کردن برگه فوراً مساوی رد شدن و حذف شدنه. حالا که تنش کاملا رفته بالا، شروع میکنن به سبک سنگین کردن شرایط. یکیشون که خیلی تیز و باهوشه حرف میزنه و میگه که کلید ماجرا اینه که دقیقاً قوانین گفته شده رو مو به مو رعایت کنن. هر چیزی که صراحتاً ممنوع نشده شاید مجاز باشه. همه قبول میکنن که فعلا با هم کار کنن تا قضیه روشن‌تر بشه، با این آگاهی که شاید از یه جایی به بعد هر کسی مجبور بشه به فکر خودش باشه. همون آدم باهوش که کم کم نقش رهبر گروه رو میگیره پیشنهاد میده برای اینکه راحت‌تر با هم حرف بزنن موقتاً به هم اسم بدن. چون خلاقیت خاصی هم ندارن، اسم‌ها رو بر اساس ظاهر میذارن. اسمای اونا میشه وایت، بلک، براون، بلوند، برانت و دارک. و یکی از شرکت کننده ها که گوشه‌گیر و تقریبا حرفی نمیزنه چون هیچ ارتباطی باشون برقرار نمیکنه بهش لقب کر یا دف رو میدن. طوفان فکری اونا شروع میشه و داوطلبی که یه پسر سفید پوسته و اسمش رو وایت گذاشتن پیشنهاد میده که مرزهای قوانین رو تست کنن. اون بلند میشه و تو اتاق راه میره و همه چی رو با دقت نگاه میکنه. بقیه هم زل میزنن ببینن این کار عواقبی داره یا نه. کم کم همه نظر میدن که شاید راه حل این باشه که یه سوال روی برگای سفید نوشته بشه تا امتحان واقعی خودشو نشون بده. بلوندی پیشنهاد میده که با مداد حالت سایه بکشن تا شاید چیزی ظاهر بشه، ولی بلک سری یادآوری میکنه که ناظر دقیقاً چی گفته بود. هر تغییر فیزیکی روی برگه باعث رد شدن از امتحان میشه. چون دستکاری مستقیم کاغذ گزینه درست نیست، برانت پیشنهاد میده که برگه ها رو بگیرن جلوی نور. شاید سوال پنهان با نور خاص معلوم بشه. هر کدومشون نوبتی برگشون رو میبرن زیر چراغ‌های سقفی به امید اینکه پیام مخفی رو پیدا کنن. اما کر یا همون دف ساکت و بی حرکت میمونه و فقط بقیه رو نگاه میکنه. وایت هم مثل بقیه برگش رو میگیره جلوی نور ولی هیچ کس چیز غیر عادی پیدا نمیکنه. بلک همون پسر سیاه‌پوسته که مطمئنه باید یه نور خاص لازم باشه تا نوشته معلوم بشه پیشنهاد میده که نور فرابنفش یا یووی رو امتحان کنه. بلوندی که یه دختر مو بلونده متوجه میشه که توی دیوارا یه سری قسمت‌های شیشه‌ای هست که ممکنه چراغ یووی باشن ولی هیچ کلیدی پیدا نمیکنه که روشنشون کنه. کم کم ناامیدی میزنه بالا چون گروه میفهمه که اونا گیر افتادن. نه راهی برای خروج دارن نه میتونن با چیزی بیرون از اتاق ارتباط بگیرن. پس اونا توی یه حرکت جسورانه تصمیم میگیرن که چراغ‌های معمولی اتاق رو خورد کنن به امید اینکه این کار چراغ‌های فرابنفش رو فعال کنه. ریسکشون هم جواب میده. اتاق تاریک‌تر میشه و چراغ‌های یووی روی دیوار روشن میشن. گروهشون با ذوق دوباره همون آزمایش رو تکرار میکنن و نور یووی رو میندازن روی برگه هاشون ولی با ناامیدی میبینن بازم هیچ چیزی ظاهر نمیشه. دختر تیره پوشی که اسمش دارک هست داره چراغ‌های یووی رو نگاه میکنه و اشاره میکنه که
بخش بالایی چراغ‌های تو کار اصلا روشن نمیشه. بلک بدون معطلی یکی از چراغا رو میشکنه و تیکه‌های شیشه قرمز پیدا میکنه و میفهمن که اونها چراغ مادون قرمز هستن. هیجان زده میشن و تصمیم میگیرن که بقیه چراغ‌های یووی رو هم بشکنن تا چراغ‌های مادون قرمز فعال بشه. دوباره برگه‌ها رو جلوی نور جدید میگیرن ولی بازم هیچ پیام پنهانی ظاهر نمیشه. اعصابشون خورد میشه و وایت میگه بیخیال آزمایش نور بشن. حرفای ناظر رو دقیق‌تر مرور میکنه و میخواد یه روش جدید امتحان کنه. برگه یکی دیگر رو برمی‌داره و با مداد روش سایه میزنه که شاید اینطوری یه چیزی معلوم بشه ولی بازم هیچی به هیچی. از سر کنجکاوی وایت میره سمت اینکه برگه رو پاره کنه که شاید ساختار کاغذی سرنخی بهش بده. بعدم یه ایده خیلی بی ربط و چندشاور مطرح میکنه و شوخی میکنه که شاید بعد رو برگه ها برینیم چون شاید راه حل یه روش عجیب و غریبه. وایت بلوندی رو تحت فشار میذاره که این کار مسخره رو انجام بده ولی بلوندی با انزجار ردش میکنه. وایت کوتاه نمیاد و خودش اول روی برگه خودش جیش میکنه که شاید این آزمایش افراطی باعث بشه نوشته ظاهر بشه ولی بازم شکست میخوره. زمانشون داره تموم میشه. تایمر هر ثانیه با حالت تهدیدآمیزی داره به صفر نزدیک میشه که یهو کر که کل این مدت ساکت بوده شروع میکنه به حرف زدن. تیکه شیشه های چراغ شکسته رو روی برگشت تکون میده و تونتون به فرانسوی حرف میزنه و توجه همه رو جلب میکنه. دارک که تنها کسیه که یکم فرانسوی بلده سعی میکنه که ترجمه کنه. با اینکه سخت شده تیکه هایی از حرفهای کر رو میفهمه. اون یه همچین چیزی میگه درباره اینکه باید بهتر دید و اینکه آدما فقط همونی رو میبینن که دلشون میخواد ببینن. اونا هم عصبانی میشن و به کر میگن که تو دیوونه ای و از این گیجی کلافه میشن. تنش توی اتاق بیشتر میشه و داوطلبا که دنبال جوابن مجبور میشن که هر چیزی رو که تا الان امتحان کردن دوباره ببرن زیر سوال. اونا میفهمن که فقط با ساعت مسابقه نمیدن و دارن میجنگن که از دل همین واقعیت عجیب سر در بیارن و بفهمن تا الان چی رو نمیدیدن. دوباره شروع میکنن به فکر کردن ولی زمان داره به سرعت تموم میشه. حالا پسر موقهوه‌ای که اسمش براون هست یه نظریه میده که شاید اصلا هیچ سوال و هیچ موقعیت شغلی در کار نیست. به نظر اون همه این چیزایی که دارن اتفاق میافتن فقط یه آزمایش یا بازی از طرف مدیرای شرکته و شاید دارن شرط بندی میکنن که کدوم شرکت کننده ها میمونن و کدوم‌ها حذف میشن. دارک وسط حرفاش میپره و نظریه براون رو رد میکنه و میگه خودم بهتر میفهمم که شرکت چطوری کار میکنه. بعد میگه این سبکی که براون داره توضیح میده سبک شرکت نیست. کم کم بین داوطلبا شک و بدبینی شکل میگیره چون اطلاعات دارک عجیب به نظر میرسیده و بقیه میپرسن که چرا اون بیشتر از بقیه میدونه. دارک هم تفره میره و توضیح میده که مثل بقیه برای کار درخواست داده و فقط از اطلاعات عمومی درباره شرکت فهمیده. وایت متوجه میشه که برانت خیلی زیادی درگیر داستان دارک شده و برای اینکه بیخیالش کنه بهش میگه شاید اون تصادفی اینجا نیومده و یه فامیلی چیزی اینجا داره که اطلاعات بیشتری از بقیه داره. بعد از این بحث تند برانت پیشنهاد میده که جیب‌های نگهبانو بگردن تا شاید یه سرنخی پیدا کنن. توی وسایلش میگرده و یه فندک پیدا میکنه. گروه شروع میکنن به فکر کردن که چطور میتونن ازش به نفع خودشون استفاده کنن. بلک پیشنهاد میده که برگه ها رو گرم کنن تا نوشته مخفی معلوم بشه ولی بقیه میزنن زیرش و میگن ایده بدیه. در عوض تصمیم میگیرن با فندک آژیر اعلام حریق رو راه بندازن با این فکر که شاید آبپاشای آتش نشانی یه مایع مخصوص اسپری کنن که سوال روی برگه ها رو ظاهر کنه. برانت میره روی یکی از میزا تا بتونه به اعلام حریق برسه ولی قدش به اونجا نمیرسه. وایت که بی‌حوصله و کلافه شده یکی از فرم ها رو مچاله میکنه که مثل فتیله ازش استفاده کنه و اونو میده به برانت و اونم آتیشش میزنه. آژیر آتش سوزی به صدا در میاد و آبپاشها فعال میشن و کل اتاق رو خیس میکنن. داوطلبا با ذوق برگه هاشون رو میگیرن بالا به امید اینکه بالاخره سوال حاضر بشه ولی بازم فرضیه‌شون غلط از آب در میاد و هیچ چیزی معلوم نمیشه. بعد از تموم شدن آب برانت میفهمه که برگه خودش گم شده. هول میکنه و میگرده دنبالش و میبینه همون فرمی که نصف نیمه سوخته و باهاش آژیر رو راه انداختن برگه خودش بوده. وایت عمدن برگه اشتباهی رو داده بوده دستش تا اونو حذف کنه. برانت با وحشت میفهمه که چی شده و همون لحظه نگهبان میاد و برانت رو از اتاق میبره بیرون. کار وایت بقیه رو عصبی میکنه مخصوصا بلک که با خشم میره و یقه‌شو میگیره. بلک از شدت عصبانیت اون رو تهدید میکنه که چراغای وایت رو خاموش میکنه و این باعث میشه که نگهبان دوباره سر کله‌اش پیدا بشه و معلوم بشه که کنترل چراغا با صدا کار میکنه. وسط دعوا کر شروع میکنه به گریه کردن و وایت میره سمتش و مسخرهش میکنه و مجبورش میکنه که برگشو پاره کنه و بخوره. کر که ترسیده و بدجوری درمونده است اون کارو انجام میده. کاغذو پاره میکنه و میشپونه تو دهنش. نگهبان سری میاد و به خاطر نقض قوانین کر رو هم از اتاق میبره بیرون. بلک که از بازی دادنهای وایت دیوونه شده توی یه لحظه انفجاری میزنه وایت رو ناک اوت میکنه. گروه هم که با خشونت بلک 100% موافق نیستن وایت رو میبندن که دیگه نتونه به کسی آسیب بزنه. بلک به فکرش میرسه که وایت رو پرت کنه بیرون از اتاق ولی بلاندی یادآوری میکنه که وایت فقط وقتی میتونه بره بیرون که خودش با میل خودش خارج بشه. زمان همینطور داره میگذره و کم میاد. وایت به هوش میاد و میگه که باید از جیبش یه قرص بخوره چون به یه چیزی اعتیاد داره. بلک که شک کرده جیبهاشو میگرده ولی هیچی پیدا نمیکنه. بهش میگه الکی داری بلوف میزنی. وایت دوباره قش میکنه و گروه اونا میمونه که چیکار باید بکنه. تنش
جوششون وقتی بالاتر میره که دارک میگه یکی از داوطلبا ممکنه آدم خود شرکت باشه که فرستادنش اینجا تا بقیه رو زیر نظر بگیره یا بازی بده. براون این اتهام رو برمیگردونه سمت خود دارک و میگه اتفاقا تو همون آدم شرکتی و داری حواس ما رو پرت میکنی. گروه اونا هم طرف براون رو میگیرن و براون با حالت حق به جانب دارک رو میبنده و ازش اطلاعات بیشتری میخواد. دارک زیر فشار اعتراف میکنه که کارمند شرکته، ولی میگه با این حال خودش هم مثل بقیه برای همون جایگاه داره رقابت میکنه. بعد از یه بازجویی کوتاه براون بازش میکنه چون فکر میکنه اون راست میگه. یهو وایت شروع میکنه به تشنج کردن و بقیه در حالی که ترسیدن همدیگه رو میگردن تا قرصی رو که وایت گفته بود پیدا کنن، چون فکر میکنن یکی دزدیدتش. دارک که یه آدم دقیق و روانشناس آموزش دیده است، یه چیز مشکوک توی براون میبینه، اینکه مدام داره آدامس میجوه. سریع قطعه ها رو کنار هم میذاره و قرص رو پیدا میکنه. قرص با آدامس چسبونده شده زیر میز براون و قایمش کرده بوده، ولی بلک اصلا قصد نداره که به وایت کمک کنه. قرص رو از دست بلاندی میپرونه و میندازه توی چاه روی زمین. چون راه دیگه ای ندارن، دارک سعی میکنه که وایت رو هول بده بیرون از اتاق و همزمان سر ناظر داد میزنه که کمکش کنه. نگهبان فوراً دخالت میکنه و دارک رو به خاطر نقض قانون مستقیم با ناظر حرف نزنید از اتاق میبره بیرون. بلاندی سریع عمل میکنه و قرص رو برمیداره و به وایت میده. وایت به هوش میاد و فوراً برمیگرده سمت براون و متهمش میکنه به خرابکاری و میگه از تو همین رفتار رو انتظار داشتم. ولی براون کوتاه نمیاد و وایت رو میچسبه که حقیقت امتحان چیه. وایت بالاخره باور خودش رو میکنه. اصلا هیچ سوالی وجود نداره. جواب خیلی ساده است. یکی از ما باید تا آخرش تو اتاق بمونیم و همون آدم برنده میشه. بقیه هم حتما مصرفیان و مهم نیستن. با شنیدن این موضوع توجه همه میره به سمت نگهبان و دقیقاً به اسلحه‌ای که روی کمربندشه. میفهمن که وایت داره به چی اشاره میکنه، پس همگی هجوم میبرن سمت نگهبان و فکر میکنن که کلید بردنه، ولی بلک زرنگ‌تره و اسلحه رو میقاپه و میگیره به سمت وایت. وایت هم شروع میکنه به تحریک کردن بلک و بهش رو میده که ماشه رو سریع بکش. وقتی که بلک بالاخره شلیک میکنه، اسلحه شلیک نمیکنه و معلوم میشه که اون اسلحه با اثر انگشت نگهبان قفل شده و وایت هم از همین لحظه استفاده میکنه و میپره به سمت بلک. اون یه جوری اسلحه رو از دستش میکشه و حالا که اسلحه دستشه، دست نگهبان رو زورکی میگیره تا قفل اسلحه باز بشه. بعد اسلحه رو نشونه میگیره به سمت بقیه داوطلب‌هایی که اونجا موندن. بلک که هنوز خونسرد مونده، یه راه حل برای این بنبست پیشنهاد میده. میگه که وایت بذاره بره بیرون به شرطی که فرم‌هاشون رو پاره کنن و میگه این بهتر از یک گلوله وسط پیشونیه. وایت یه لحظه به پیشنهاد فکر میکنه و خود براون اولین نفر میشه که از اتاق میره بیرون، در حالی که برگشت رو پاره میکنه و میره. بعد وایت اسلحه رو میگیره سمت بلک و مجبورش میکنه بره به سمت خروجی، ولی بلاندی یهو جلو میاد و پیشنهاد میده نفر بعدی اون باشه که بره بیرون. وقتی بلاندی از کنار بلک رد میشه که بره بیرون، یواش تو گوشش میگه من آماده‌ام، یعنی یه نقشه داره. میرسه به در، ولی به جای اینکه کامل از دفتر خارج بشه، زرنگ‌بازی در میاره و یه تیکه از کفشش رو توی اتاق جا میذاره تا از نظر فنی هنوز داخل حساب بشه. وقتی یه قدم میذاره بیرون، خیلی نامحسوس چراغ‌ها رو خاموش میکنه تا به بلک یه شانس برای درگیری بده. بلک که منظورش رو میفهمه، میپره تا اسلحه رو از وایت بقاپه، ولی وایت سریع واکنش نشون میده و شلیک میکنه و بعد جور زخمیش میکنه. بلک میفته روی زمین و یه جورایی نقشه بلاندی داره خراب میشه. اما درست وقتی همه چی ناامید کننده به نظر میاد، تایمر به 0 میرسه و پایان امتحان رو اعلام میکنه. وایت که دیگه عصبی و آشفته است، از درموندگی رو به شیشه مشکی کدر داد میزنه و فوش میده، ولی بلاندی یه چیز مهم میبینه. عینک کر که روی زمین افتاده. همون لحظه یاد حرفای مبهمش میفته و بالاخره معنیشون رو میفهمه. وایت که کلافه است و فکر میکنه سرش کلا رفته، همچنان سر ناظر داد میزنه. یه نگهبان با خونسردی میاد جلو و میگه امتحان هنوز تموم نشده و وایت یه قانون مهم رو شکسته. بعد معلوم میشه که کر بدون اینکه بقیه بفهمن زمان تایمر رو یه ذره دستکاری کرده بوده و باعث شده که تایمر اشتباهی 0 رو نشون بده. وایت وحشت زده میخواد به خودش شلیک کنه، ولی اسلحه هنوز از کار افتاده است و شلیک نمیکنه. بلاندی که حالا تیکه‌های آخر پازل رو کنار هم میذاره، یه تیکه شیشه از چراغ شکسته و عینک کر رو برمی‌داره. بعد میره سراغ همون فرمی که روی میز جا گذاشته بود و دستورهای اولیه ناظر رو یادش میاد. دوباره کاغذ رو دقیق نگاه میکنه و متوجه اون اشاره ریز میشه. سوال در واقع همون اولین سوالی بوده که پرسیده شده بود. سوالی هست؟ همون لحظه کر وارد اتاق میشه و معلوم میشه که بنیانگذار شرکت همونه. بلاندی میره جلو، عینکش رو بهش میده و خیلی آروم جواب رو میگه. بله، سوال هست. ناظر به بلاندی تبریک میگه که امتحان رو قبول شده و تایید میکنه که فقط اون واقعا ماهیت این تست رو فهمیده بوده. ولی بلاندی به جای خوشحالی هنوز محتاطه. دور و بر رو نگاه میکنه و مطمئن نیست که واقعا چه خبره. به بلک که ظاهرا مرده اشاره میکنه و درباره سرنوشتش میپرسه و ناظر بهش اطمینان میده که بلک نمرده. میگه خودت چک کن. وقتی بلاندی دکمه‌های پیراهن بلک رو باز میکنه، میبینه که زخم گلوله روی سینه‌اش خوب شده. ناظر توضیح میده که وقتی دنبال واکسن برای مقابله با ویروس بودن، به یه چیز خیلی بزرگتر رسیدن. یه فرمولی که میتونه بافت رو ترمیم کنه و همه ویروس‌های احتمالی رو هم از بین ببره. بعد میگه که هدف
واقعی شرکت اینه که آدمای خاصی مثل بلاندی رو پیدا کنه، آدمایی که ترکیب درست هوش، همدلی و دقت و توجه رو دارن تا این چشمانداز رو جلو ببرن. در آخر برای نشون دادن اعتمادش ناظر دستش رو دراز میکنه و بهش پیشنهاد میده که به شرکت بپیونده. بلاندی فقط یه لحظه مکث میکنه و بعد دستش رو به سمت همون مرد یعنی کر دراز میکنه و میپرسه کی شروع کنم. این بود از پایان این داستان مرموز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. منتظر نظراتتون توی کامنت ها هستم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما کانال رو سابسکرایب کنید.